شغل پرستاری یکی از آسان‌ترین راه‌های مهاجرت و یا رسیدن به آلمان و اتریشه. درود بر شما، علی بختیاری هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. خب رسیدیم به رشته دانشگاهی پرستاری فاخوخشوله و یا همون بچلور اشتودیوم. از سال 2008 ما در وین رشته دانشگاهی پرستاری رو داریم که همون فاخوخشوله باشه. شما برای ثبت نام به چه مدارکی نیاز دارید؟ من امروز میخوام خیلی کامل براتون توضیح بدم، هم امتحان تئوری و هم امتحان مصاحبه. شما باید 18 سال به بالا داشته باشین، مدرک پیش دانشگاهی ترجمه شده یا آلمانی و یا متورا داشته باشین، تست پزشکی که تایید کنه شما سالم هستین و گواهی سوء پیشینه. شما این مدارک رو میفرستین برای ثبت نام و منتظر میمونید تا برای شما دعوتنامه بیاد. امتحان تئوری شامل سوالات فکری و ذهنی، ریاضیات ساده، یک کمی پیچیده ولی نه مثل کنکور خودمون، زبان آلمانی یا همون گرامر آلمانی، فهمیدن یک متن. به شما چند تا متن خانم و آقا میدن که شما باید بخونید چه شغلی داشتن، چه تاریخی متولد شدن، سیگار میکشن، چه رشته‌ای درس خوندن. بعد از 5 دقیقه شما برمیگردید و سوالا رو باید جواب بدید. این آقا چه شغلی داشته، چه تاریخی متولد شده. کمی سوالات پزشکی و آشنایی اولیه در مورد بدن انسان‌ها و داروها و سوالات عمومی. بعد از امتحان تئوری و بعد از قبولی شما رو برای امتحان مصاحبه دعوت میکنن که حدود 15 دقیقه طول میکشه. از معرفی خودتون شروع میکنید و اینکه میگن چرا این شغل انتخاب کردین، چرا نرفتین شغل دیگه، و در آخر کار به شما یک متن آلمانی میدن که شما باید اون رو بخونید و خلاصش رو به شخص مورد نظر توضیح بدید. رشته دانشگاهی پرستاری 6 ترم طول میکشه، تمام وقت از دوشنبه تا جمعه و از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر. شما اجازه دارین یک ترم رو تکرار کنید و یا یک ترم رو مرخصی تحصیلی بگیرین. در غیر این صورت شما را از دانشگاه اخراج میکنن. شما اجازه ندارید که 2 ترم رو بخونید. هر ترم هم شما باید مبلغ 360 یورو پرداخت کنید. حقوق پرداختی برای رشته دانشگاهی پرستاری بچلور اشتودیوم دیپلم حدود 3100 یورو شروع میشه تا 4000 یورو بروتو یا ناخالصی، که اونم بستگی داره که شما متأهل باشین، بچه داشته باشین و یا سابقه شغلی داشته باشین. اونایی که تو اتریش زندگی میکنن یا شهروندن یا پناهنده هستن میتونن کمک هزینه تحصیلی بگیرن که فکر کنم از ترم 1 به بعد، که بازم بستگی به شرایط خاصی داره، شانس و نمرات خوب شما. اگه سوالی دارین توی کامنت ها برام بنویسین، تو ویدیوی بعد من بیشتر براتون توضیح میدم. تا ویدیوی دیگه بدرود.